خدمت به وطن یکی از نشانه‌های محبت به وطن است. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و حفظ وطن برای هر یک جوان مکتب بزرگ حیات و وطن دوستی، جسارت و مردانگی و دلیری و شجاعت به حساب می رود. ارتش تکیهگاه دولت و سپر ملت است. وظیفه اساسی آن تامین امنیت وطن، صلح و ثبات در کشور به تمامیت ارضی آن می باشد. در روز نخستین دعوت تیره‌ماهی جوانان به خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، شهر پنجکند نقشه دعوت را به اجرا رسانید. در میدان مجسمه شاه اسماعیل سامانی با اشتراک رهبریت شهر، فعالان، پدر و مادران مراسم گسیل نوسکران برگزار گردید. جمع آمد تنتنوی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. ضمن سخنرانی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده گفته شد که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، کمیسیون شهری دعوت، کمیساریات حربی شهر، جماعت‌های دهات جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سال تولد 1997-2006 کارهای زیاد ترغیباتی و تشکیلی و سفربری را به اجرا رسانیدند. این تدبیرها امکان فراهم آوردند که تا روز نخست دعوت تیره‌ماهی 428 نفر جوانان سنی دعوتی از کمیسیون طبی گذشته، از آنها 270 نفر به تحصیل در مکتب رانندگی تشکیلات مددگار مدافع به تحصیل فرا گرفته شدند و 10 نفر جوانان اختیاراً خدمت مادر وطن را انتخاب نمودند. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید نمودند. خدمت در صف قواهای مسلح نیازمند مسئولیت بلند و در عین حال پرافتخار بوده. این ساختاری با نفوذ نظامی در حفظ و مدافع مرز و بوم کشور، تامین امنیت سرحد دولتی، مبارزه بر ضد همه گونه قانون شکنی در قلمرو جمهوری تاجیکستان همچون سپر شکست ناپذیر و استوار است. اقدام جوانمردانه خیلی فرح بخش است که سالهای آخر صدها جوانان شهر باستانی پنجکند با افتخار بلند وطن دوستی به کمیساریات حربی شهر اختیاراً مراجعت نموده آماده هستند که وظیفه شهروندی خود را که خدمت نمودن به مادر وطن است سربلندانه اجرا نمایند.
با زحمت و تلاش‌های دستجمعانه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند یکجا با مقامات حفظ حقوق، جماعت‌های دهات، مسئولین کارخانه و تشکیلات‌ها باری اول است که شهر باستانی پنجکند در روز اول دعوت نقشه را در سطح ولایت سوخت اجرا می‌کند. با شرافت توجه و پشتیبانی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت اینچنین دستگیری‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قسم‌های نظامی مملکتمان به خصوص شهر پنجکند برای ادا نمودن خدمت والای و نمونوی اسکران شرایط خوب معیشی و تعلیمی مهیا می باشند و برای دیدار و رابطه بین والدین و سربازان هیچ مانع وجود ندارد. باید درک نمود که سرزمین اجدادی امان را تنها فرزندان ما می توانند با سربلندی، متانت و مردانگی محافظت نمایند، زیرا هر یک وجب خاک این وطن مقدس است و آن را احتیاط کردن و در راه آسودگی آن فداکاری و جانبازی ها نمودن والاترین عمل و وظیفه شهروندی و وطنداری هر یک جوان مرد است. تمنای آن را دارم که شما جوانان دلیر و جسوری وطن در تمام گوشه و کنار وطن عزیزمان صادقانه خدمت کرده برای حمایه مرز و بوم کشور تمام نیرو، جسارت و متانت و صداقت خویش را به خلق و وطن ثابت می نماید. در مراسم گسیل نوسکران والدان آنها سخن کرده صداقتشان را به وطن به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان اظهار نمودند. سخن به ساکن شهر پنجکند نوسکر نعمانزاده عبدالناظر. تاجیکستان ناموس و وجدان و ایمانم تویی، تاجیکستان ریشه در جانم تویی. السلام علیکم محترم رئیس، پدران، مادران و نوسکران. من نوسکر نعمانزاده عبدالناظر با خواهش خودم به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده با اتمام به اندازه با سری بلند و صافدلانه خدمت مادر وطن را به اتمام میرسانم. پیش از همه منتداری خود را به پیشوای ملت سرفرمانده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که حالا ما در چنین دولتی صاحب استقلال در فضای تنجی و آرامی عمر به سر میبریم و از این منبر و تمام نوجوانان روی آورده میگویم که بیایید یک دلانه صاف دلانه تا خدمت مادر وطن را به انجام رسانیم. در یکی از برآمدهای خود پیشوای ملت قید نموده بودند که آینده وطن، آینده ملت از جوانان وابسته است. من ناصرالدین از جماعت موقعان شهر پنجکند هستم. من امروز به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به خواهش خودم شامل گردیدم. من سپاس خود را به محترم رئیس شهر می نمایم که امروز مرا با حجت شهادتنامه رانندگی تامین نمودند. امروز ما در وطن خودمان آباد و آسوده زندگی کرده ایستادیم و به جوانان روی آورده میگویم که آمده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده با آبرو به سر بلند خدمت کنند و به نزد پدر و مادرشان با آبرو صدقاً بیایند. سخن به مادر نوسکر نسیمова لاله. مرحمت. من امروز با افتخار و سربلندی میگویم که من در تربیت فرزند خطا نکردم. برای اینکه فرزند عزیز من حکیم ساربانجان از محله قوقری با اختیار خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیده ایستاده است. این چی معنی دارد؟ این یعنی معنی اون را دارد که ما فرزند خود را توانستیم که مهر و محبت وطن، احترام نسبت به ارزش‌های ملی به خصوص به پیشوای ملت آموختیم و این مهر را در دل آن جا کردیم. من از فرصت مناسب استفاده برده و همه پدر و مادران عزیز میگویم که ما باید فرزندان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی تربیت کنیم، زیرا
مرز و بوم وطن ما را تنها خودی فرزندان ما حمایت میکنند. به همه شما فرزندان عزیز روی سفید میخوام، امیدوار آنم که با سربلندی از صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با به نزد پدر و مادران خود میآیدم. به همتون روی سفید تنچتی خوبانم. سلام علیکم. تشکر. سخن به پدری نواسکر سعیدов پیرمقول. من فخر میکنم که سعیدقول آیت الله پیرمقولویچ نواسکر یعنی خدمت مادر وطن فرستادم. من افتخار دارم که فرزند دویمم دانشکده عالی سرحد جمهوری تاجیکستان خدمت تحصیل نموده است. من سربلند فخر میکنم که و مراجعت میکنم که پدران و مادران عزیز فرزندان خودتان را به حفظ وطن و به افتخار وطن و وطن دوستی وطن داری دعوت نموده فرزندان خودتان را به خدمت حربی دعوت نمایید. من فخر میکنم که فرزندان من آرزو داشت که پدرم من کلان شوم خدمت وطن عزیزم و اجرا می نمایم. من حاضر خرسند هستم که فرزند من هر دیاش به خدمت بیوک وطن خودمان را خدمت کرده است. ба даъватшавандагоне ки мактаби ронандагии ташкилоти мададгори мудофиаро хатм намуданд ҳуҷҷати ронандагӣ ва ба онҳое ки дар иҷрои нақшаи даъват саҳми бориз гузоштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. султонова дилнавоз раиси ҷамоати деҳоти сараз. эҳсанмурод корманди комиссарияти ҳарбии шаҳри панҷакен. инчунин урунов абдуҷаббор нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти амондара. Toshmurod noziri mizi harbiy ҷамоати деҳоти Шик. ҳамчунин Салоҳов Муҳсин нозири мизи ҳарбии ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан. сипоснома ва Сулаймонов Абдуҳалим падари Наваскар. Назаров Субҳонқул падари Наваскар. ҳамчунин Қурбонов Саид падари Наваскар. сипоснома ва Аминов Нусратулло падари Наваскар. ҳамчунин бо сипоснома сарфароз мегардад Эргашев Иззатилло падари Наваскар. споридани шаҳодатномаҳои ронандагӣ ба наваскарон ки мактаби ронандагии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи шаҳри Панҷакенро хатм намуданд.
شهادتنامه رانندگی به سلیمان زاده دلشاد، نوسکر از جماعت دهاتی اماندره. اینچنین شهادتنامه رانندگی به اماندالله زاده سعیدجان، نوسکر از جماعت دهاتی بارو. شهادتنامه رانندگی و شادیبای زاده محورشاه، نوسکر از جماعت دهاتی یاری. اینچنین به قربانوف کامیار، نوسکر از جماعت دهاتی رودکی. همچنین به عبدالشکورزاده حسنیدین، نوسکر از جماعت دهاتی لایق شیرالی. اینچنین به سرف لذیذبک، نوسکر از جماعت دهاتی خلیفه حسن. شهادتنامه رانندگی به ستارف انبیاقول، نوسکر از جماعت دهاتی ماغیان. همچنین به غفارزاده شجاع، نوسکر از جماعت دهاتی کاستراش. شهادتنامه رانندگی به بابا مرادزاده بختیار، نوسکر از جماعت دهاتی شینگ. همچنین به بحریدین زاده مطلوب، نوسکر از جماعت دهاتی فراق، شهادتنامه رانندگی سپاریده می شود. شهادتنامه رانندگی به حکیم ساربان، نماینده از محله های شهری پنجکین، نوسکر. اینچنین اومد شاهی جهان، نوسکر از محله های شهری پنجکین. برنامه رنگین هنری که ترنمگری صداقت به وطن، جسارت و متانت بود و مراسم عنعنوی نصیبه‌گیری انجام بخش مراسم نخستین گسیل نوسکران به خدمت حربی بود. خط آمده
بچم به سفر رفته کشاید سفر از خدمت عسکری بیاید خبر از خدمت عسکری بیاید خبر خط شب و دیرم بدیدم معلوم صد بار خط شب و گیرم بدیدم معلوم صد بار دوستانی عزیز خویشانی عزیز نقدی دل و جان کنم به قربانی سرم نقدی دل و جان کنم به قربانی سروش بچم به براش نشان اختر زدگی 300 گلی عسکری را در سر زدگی 300 گلی عسکری را در سر زدگی عسکر بچه ها پس دیگر صف زدگی عسکر بچه ها پس دیگر صف زدگی دوستانی عزیز خویشانی عزیز بین صف به دیار و ملک و کشور زدگی بین صف به دیار و ملک و کشور زدگی بین صف به دیار و ملک و کشور زدگی بین صف به دیار و ملک و کشور زدگی بیا کبک خیابان بیا آفتی دوران بیا دختری چوپان برقصان برقصان بیا کبک خیرامان بیا آفتی دوران بیا دختری چوپان برقصان برقصان بیا کبک خیرامان بیا آفتی دوران بیا دختری چوپان برقصان برقصان ای سر بیروان بیا که دستت بوسم لبهای شیرینی می پرستت بوسم گر باده خورم تو باده در جامم ریز تا مست شوم لبانی مستت بوسم بیا کبک خیرامان بیا آفتی دوران بیا دختری چوپان برقصان برقصان بیا کبک خیرامان بیا آفتی دوران بیا دختری چوپان برقصان برقصان
کبک خیرامان بیا فتی دوران بیا دختر چوپان بیرقصان بیرقصان بیا کبک خیرامان بیا فتی دوران بیا دختر چوپان بیرقصان بیرقصان بیا کبک خیرامان بیا فتی دوران بیا دختر چوپان بیرقصان بیرقصان قربانی چشمی رفشند ما میروم نگو زارم بگردی دامنت ما میروم نگو قربانی چشمی رفشند ما میروم نگو زارم بگردی دامنت ما میروم نگو برباد رفت خیرمنی دارو نداری من برباد رفت خیرمنی دارو نداری من میرم با موی خیرمنت ما میروم نگو قربانی چشمی رفشنت ما میروم نگو من میروم من میروم من میروم نگو من میروم من میروم من میروم نگو تو دستی تو برگردنم گردون با دستی تو تو دستی من برگردنت ما میروم نگو تو دستی تو برگردنم گردون با دستی توست تو دستی من برگردنت ما میروم نگو سر تا پا خزینه ای حسن و ملاحتی جز این بهانه جستنت ما میروم نگو ما میروم ما میروم ما میروم نگو ما میروم ما میروم ما میروم نگو برباد رفت خیرمنی دارو نداری من میرم با موی خیرمنت ما میروم نگو برباد رفت خیرمنی دارو نداری من میرم با موی خیرمنت ما میروم نگو سر تا پا خزینه ای حسن و ملاحتی جز این بهانه جستنت ما میروم نگو من میروم من میروم من میروم نگو من میروم من میروم من میروم نگو وصفی تو را نمایم در چهره ای دیارم وصفی تو را نمایم در چهره ای دیارم در کشته های سبزو در باغ آبشارم در کشته های سبزو در باغ آبشارم در رودکی چشمش گردیده تازه بینو در رودکی چشمش گردیده تازه بینو با مردمی
به نامو با ناموس افتخارم با مردمی به نامو با ناموس افتخارم پیشوا پیشوا آسوده کشورم شد خوشاکی باورم شد این صلح و وحدتی که امروز رو برو است از زحمتی من و ما بشوب سر برم شد بشوب سر برم شد پیشوا 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 وصفی تو را نماید میری وطن پرستی در سینه جا نماید در آسمان صافش همچون کبوتری سود بالو پرش کشاده بر تو دعا نماید بر تو دعا نماید پیشوا پیشوا جوانان شادمانی میکنیم قصه از فصل جوانی میکنیم در دیاری که زی وحدت یافت رنگ شکر در لب زندگانی میکنیم دست داده ما به دستی پیشوا عهد با او قهرمانی میکنیم با همین برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگی شهر پنجکن در مراسم گسیل تیرماهی دعوت شدگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان حسنی انجام می‌یابد. برای اشتراکتان تشکر. سلامت و سربلند باشد. در روز نخستین دعوت تیرماهی با فاتحه والدان و زیر نوای موسیقی گروه اولین عبارت از 366 نفر جوانان شهر پنجکند به خدمت حربی گسیل کرده شدند. گزارش صبرین اکرم و خیام جورایف، شاه حسین صالح و شهباز قربانوف.